یکم رو بیایی توی کادر. حالا من مهمترم چون من دارم سوال. بونه به نظر من کرم چند نوع داره. این کرم هایی که ما مثلا میبینیم چند بخشی هم میتونن در واقع این کرم ها آقا جان اینجوریه که پروانه نمیشن. خب و من در واقع به این فکر میکنم که این پروانه که ما به عنوان اسم استفاده میکنیم این در واقع رفتی به سطل زباله. در واقع سطل زباله یعنی گاربیج و ترش و بین همشون یکی، فقط اسمشو فرق میکنه. ولی خب در واقع پروانه یه پروانه اسمه و یه پروانه اون حشره هست. خب کسی که اسمش پروانه است دلیل این نمیشه قبلا کرم بوده. ولی خب ترش همون ریسایکل بینه و همون گاربیجه، همون بینه. متوجه میشی؟ من فکر میکنم بستگی به همون کلمه داره. ما نمیتونیم یه چیز رو به همه کلماتی که مشابه اونن نسبت بدیم. و نظر شما رو میخوام بدونم در مورد پارک. ما چند جور پارک داریم، نباید فقط پارک رو به اسم بگیریم. متوجه نمیشم. یه جور پارک داریم پارکه، اما یه جور پارک داریم که پاش نیست. دست تو برد چه؟ داشتم میگفتم بفهمم. یه جور پارک داریم که پارکه، اما یه جور پارک داریم که پارک نیست. خب کدومشون پارک نیست؟ این بستگی داره به ذهن شما میتونید. توی ذهن من به نظرم پارک معانی مختلفی داره. از جمله اینکه پارک میتونه یک باغ باشه که برای آرامش تازه کردم کردم. خب حواس من رو پرک یک جایی باشه که انسان میره آرامش داشته باشه، معمولا برای بزرگترها. و یه پارک هم مثل اینجا میتونه برای کودکان باشه و یه نوع سومی هم داره که به نظر من جفتش رو میتونه داشته باشه. البته شهربازی هم جزو انواع پارک ها میتونه محسوب بشه. ولی یه پارک هم هست که این پارک ها نیست. پارک ماشین همین می‌خواستم بگم اونم میتونه جزو نوع‌های پارک کردن حساب بشه. پارک دوب، پارک دابل حتی با پارک دوب فرق میکنه. پارک دوب فکر میکنم فرانسوی باشه چه موهایی دارن. میتونه فکر کنم فرانسوی لهجه رو میگن اکسنت دوست دارم. و یه اکسنت هندی هم داریم که به اکسنت ایرانی نزدیکه. ما نباید اینا رو با هم قاطی بکنیم. یه اکسنت هم وجود داره که بریتیش، مثلا بریتیش با امریکن فرق میکنه و نباید تلاش کنیم که هر کدوم از بین ببریم. همشون در کنار هم باید بکنیم. کاش ما هم وقت اینو میذاشتیم یه موتور میخریدیم همونجوری الان نمیومدیم راجع به این چیزای فلسفی صحبت بکنیم. که درک بکنه بابا. اینم لباس بلک ثابته. بعد از اینکه اینو سفارش دادم تازه رفتم آهنگ بلک ثابت رو گوش دادم که بفهمم که مثلا میان میگن name 3 songs of Black Sabbath چون که اینو پوشیدم من بدونم با چی بگم. مثلا Time After Time یه دونش، دیگه Time یه دونم 3 تا آهنگ با کلمه Time داشت. اونو آره یه دونم که نمیدونم از بند بلک ثابت یا فقط آزی آزبورن بوده با چند موزیسین دیگه کار کردن نمیدونم. آهنگش چی مامان کامی کن بود دیگه. خوبه همین سه تا رو حداقل میدونم. خب آقا جان تو بچه بودی بیشتر سرسره میشستی یا تاب؟ چه تابی؟ تاب خانواده یا تاب غیر خانواده؟ تو متوسط متوسط یعنی چجوریه؟
این نه زوج نه نزدیکه. همین تاب هم میتونیم خانواده مختلفی میتونه تاب داشته دقیقاً. باشه. یه تاب تکیه، یه تاب خانواده است. همون تاب خانواده جزو خانواده تاب ها حساب میشه. پس 2 تا خانواده داره این تاب. آقا من زول نزن نه. خب ما کاملا جدی داریم صحبت میکنیم. فکر نکنید ما الان مثلا داریم مسخره بازی در میاریم. این واقعا بحثیه که کاملا جامعه بهش نیاز داره. ما اگه بدونیم چه نوع تاب‌هایی وجود داره میتونیم تاب‌آوری بیشتری نسبت به حوادث داشته باشیم. مثلا یه بچه از بالای سرسره پرید توی یه قسمت داخلی سرسره و خب اگه تاب‌آوریش نداشته باشه الان یه اتفاقی کاری نکرده باشه میفته. تاب‌آوری خیلی مهمه. و مثلا یه ضرب المثل من دلم تاب نمیاد، تاب نداره یا تاب نمیاد، یه همچین چیزایی. یه برای دیدن تاب نداره. اینم میتونه یکی از اون خانواده تاب ها باشه دوستان. تاب خانواده، تاب تک نفره، تاب دلم برای تاب نداره، دل من شده بیچاره. یعنی حتی بیتابی میاد. که اینم بگم هر کسی اسمش بیتاست در واقع بیتابی بیتاب هر کسی بیتاست نه دلیل نمیشه که بیتاب باشه و میتونه با تاب باشه. بیتاب چه افرادی که صبرشون زود به پایان میرسه. ولی خب میگم همشون هم قرار نیست اینجوری باشن. آدما یکیشون میتونه مثلا تاب زیادی داشته باشه توی خونه‌اش، یا هم توی خونه، یا میتونه تاب اینجوری فکری که منظورم اینه اینجوری میتونه تاب داشته باشه. یک سری افراد بیتابن اما تاب داره. یعنی چی؟ درسته. خب میگم انواع مختلفی هست. یکیشون مثلا نه بزنید مشخص کنم. الان اگه یکی بگه ما بیتابیم اما تاب داریم، ما از کجا بفهمیم کدوم تاب منظورشه؟ تاب به نظر من افراد تاب دار چی هست؟ من به نظرم راجع هم سرسره باید صحبت کنیم که یه چیز شیبداریه. یا من 1 ساعت در مورد تاب دارم صحبت میکنم دارم سرسره و من اشتباهی تاب و سرسره رو تو ذهنم برعکس گرفته بودم. ای بابا یعنی کل تحقیقاتی که الان ارائه دادم اشتباه نبود، ولی خب داشتم برعکس می‌گفتم. الان سوال شما فکر کنم در مورد موضوع کاراگوه بود. بیا اصلا در مورد کشورها حرف می‌زنیم. نه آقا اینجا شما چرا به اکوادور میگن اکوادور؟ به اکباتان میگن اکوادور. اکوادور میگن به چی؟ چرا به اکوادور میگن اکوادور؟ چون که فکر کنم اینکه یه کلمه داریم اکواتور، یعنی این چیزایی من تلفظش رو نمیدونم دوستان. فکر کنم میشه مثلا قرینه یا دو بخشی نمیدونم نصف کردن اکواتور، یعنی چیزایی خط استوار. آفرین خط استوار. ما به همین دلیل به اکوادور میگیم. بله آره و ما فکرم لهجه فرانسه شو میگیم در واقع. ما لهجه فارسی داشته باشیم که میگه اکواد آتور. در واقع اسم یکی از آهنگسازهای خوب کشورمون هم هست. برید حتما آهنگاشو گوش بدید. پرودیوسر آهنگسازه. حتما به پیج سورنا. ولی خب بهترین آهنگساز ایران به نظرم مهیار آقاجانی. جی کرد. من بهترین رو دارم. بهترین مهیار آقاجانی 100%. جی کرد. چون فکر کن چه ناوری داشته زمانی که هیچکی حالا من اینجا تخصص ندارم، چیزایی که کارهایی که میکرد و هیچکی اصلا درگیرش نبود اون زمان. یه کارهایی میکرده که از زمان خودش خیلی جلوتر بوده. کی سنتور میاد؟ آره با سازهای ایرانی مخلوط میکرد، میگم ایرانیزه طور میکرد بالا رو. خیلی بالا. مثلا آهنگم مثال بزنیم چند تا، مثلا انجام وظیفه یا آهنگای راک. آره آهنگسازشون
مهیار بوده. همه آهنگای قاف و مهیار پرودوس کرده، همه رو. نه راستی دروغ گفتم. شاید نمیدونی. اون زمان که اسمش علی جی بود نه مثلا علی جی این دا هاوس رو دیدی؟ یه فیلم که بازیگر براتون رو بازی کرده، علی جی این دا هاوس. آها یه رپره، گفتم بهت. نمیشناستم ایشون ها، همین الان با هم آشنا شدیم. گفتم بهت. آقا جان یه علی جی هم هست، علی جیدال. اه آره والا علیه آره دیگه. حقی ازش علی رضاست. فرقشون چیه؟ چرا خانم ما رو نشون داد؟ من حس میکنم دارم فکر میکنن ما عرب افتاده این چون همسنای ما الان کسی انتظار نره ما بیا اینجا بشینیم مثل انسان صحبت بکنیم. فکر میکنم حاجی من در واقع دارم به این فکر میکنم وقتی که ما بچه بودیم چوب شور میخوردیم، چوب شور، شاید اون شوریش زیاد به ذهنمون نمیرسید که مشام چی میگن حس شوری رو حس نمی‌کردیم. الان برای خیلی شور شده. شاید بخاطر اینکه تلخی روزگار زیاده ما شوری روزگار رو در چوب شور میابیم دنبال. اون موقع ولی نیازی نبود. اون موقع زندگی چی ما دا فاک توفنگ دستی کنیم. خب دوستان خدافظ. خب آقا جان کتابی هم که امروز میخوام بهتون معرفی بکنم به عنوان اولین ویدیوی چنل، شاید بذارم خوبه خدایی، اگه صدا خوب افتاده باشه حتما میذارم. خب آقا جان کتابی هم که امروز میخوام بهتون معرفی کنم بایستی اینه، کتاب نوشتن از مرگ. نصفه. چی نصفه؟ خیلی خوب بخونید. من تا الان من تا صفحه 50 تونستم برسم و خب کتاب قشنگیه. آره یکم قشنگ افسرده‌تون میکنه. خیلی خوبه حتما بخونید و آره دوستان بدرود.